فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دوست عزیزم از آلمان در مورد این پرسیدن که سوره فاتحه واجب است یا فرض در نماز. درباره بحث وجوب و بحث فرض در میان جمهور متکلمین و من بحث اصولی رو عرض میکنم، وقتی که عرض میکنم متکلمین یعنی اصولی های شوافع، مالکی ها و حنبلی ها، به صورت کلی یعنی تعریفی که دارن از فرض و واجب یک چیزی هست. یعنی اگر گفتم فلان چیز فرض هست یا فلان چیز واجب هست، حکمش دقیقاً یکی هست، هیچ گونه تفاوتی رو در این زمینه در واقع ندارن. منتها در میان فقها و اصولی های احناف در این زمینه یک تفاوتی رو قائل شدند که میان فرض و واجب یک نوع تفاوتی قائل هستند و این برمیگرده به نوع دلیل، برمیگردد به نوع دلیلی که در واقع این حکم را ثابت کرده. اگر دلیلش یک مقدار یعنی صراحت کافی رو در این زمینه نداشته باشد، این برمیگرده به درجه بعدی، یعنی این که اونو فرض نمیدونند و جز موارد واجب حساب میکنند. در مورد قرائت فاتحه در نماز به اتفاق تمام جمهور علما، یعنی تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت به استثنای احناف و مجتهدین دیگر، معتقد هستند که قرائت فاتحه جز ارکان نماز است. به تعبیر به رکن میکنند یا جز فرایض نماز، فرایض یا ارکان نماز هست، به گونه ای که این قرائت فاتحه را چه عمدن کسی ترک بکند یا سهوا ترک بکند نمازش صحیح نیست و دوباره باید نماز را اعاده بکند. این یک حکمی از در میان جمهور فقها و مذاهب اهل سنت و الجماعت و دلایل متعددی رو داره. من جمله حدیث متفق علیه هست در بخاری و مسلم که حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه روایت کرده: لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب. این روایت یک روایت صحیح و صریحی هست. لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة القرآن. کسی که در نماز فاتحه را نخواند نمازی ندارد. و از این حدیث و احادیث دیگری که در این زمینه وجود دارد، عموم فقهای اهل سنت معتقد هستند که قرائت فاتحه جز ارکان و فرایض نماز است. و در مورد فرض، در مورد واجبی که در مذهب احناف وجود داره، من حکمش رو بیان بکنم. در مذهب احناف حکم واجب، یعنی واجباتی که در نماز هم من عرض میکنم، اگر یک انسانی به فراموشی واجبی رو ترک کرد، اگر یک انسانی در نمازی که میخواند یکی از واجبات نماز را به فراموشی ترک کرد، خب این در واقع ترک را و این نقصانی که پیش اومده، واجبی رو که ترک کرده اونم به فراموشی، این میتواند با سجده سهو جبران بکند. بله. با سجده سهو قابل جبرانه. فرض بکنید یک فردی نماز 4 رکعتی میخواند، در 2 رکعت اول در تحیاتش ننشست، فراموش کرد ننشست، در آخر سجده سهو بکنه، نمازش کاملا درسته. اما حتی در مذهب احناف اگر کسی عمدن و قصدن یکی از واجبات نماز رو ترک بکنه، نمازش باطل هست. اگر عمدن باشه نمازش باطل است. یعنی این که سجده سهو جبران کننده نیست در این صورت اگر عمدن باشه. به طور مثال اون گونه که در مذهب احناف درباره قرائت یک نوع تفسیری رو خواهد شدن، معتقد هستند که اصل قرائت فرضه. اصل قرائت یعنی مطلق قرائت فرضه. یعنی این چی که مطلق قرائت یعنی که تفاوت نداره، شما چه فاتحه رو بخونید چه سوره دیگر رو بخونید. وقتی که یک سوره از قرآن رو شما در نماز خوندید، یعنی این که رکن نماز و فرض نماز رو انجام دادید و قرائت فاتحه رو جز واجبات میدونند. این تفاوتی که در میان مذهب احناف و بقیه مذاهب وجود داره. منتها من این عرض کردم که در مذهب احناف هم اگر کسی عمدن سوره فاتحه رو در نماز ترک بکند، نمازش باطل هست و دوباره باید اعاده بکنه. همچنین و این حکم موارد فرض هست در مذهب احناف. اگر به صورت فراموشی از یاد انسان رفت و این ترکش کرد، نمازش درسته، با سجده سهو قابل جبران هست. اما اگر عمدن ترکش کرد، در این صورت در واقع نمازش قابل جبران نیست. این در واقع یک نوع توافقی است در میان مذهب جمهور و مذهب احناف در این زمینه وجود دارد و قول راجح در اینجا که با توجه به صراحت دلایل و احادیث که و صحت احادیث که وجود داره این است که و به خاطر اینکه از این اختلاف ما خارج بشویم، قرائت فاتحه یکی از ارکان و فرایض نماز هست. اما از اینکه این نماز فرضی باشه، نماز سنتی.